روز بعد برای نهار پیراشکی، خرچنگ و کتلت بره بسیار خوشمزه‌ای دادند. وقت نهار نیکانور آشپز آمد طبقه بالا و از مهمانها پرسید که شام چه میل دارند. این نیکانور آدمی بود میان بالا با چشمهای ریز، صورت گوشتالو و تراشیده. به نظر می آمد سبیلهایش را نتراشیده بود، کنده بود. آلیوخین گفت پلاگیای زیبا عاشق این آشپزه. آنطور که مهمانها فهمیدند چون نیکانور دائم الخمر و تندخو بود، پلاگیا نمیخواست با او ازدواج کند و همینطوری میخواست با او زندگی کند. اما آشپز که خیلی هم متدین بود و باورهای مذهبیش آن نوع رابطه را منع میکرد، به اصرار میخواست که پلاگیا با او ازدواج کند. غیر از این هم چیزی راضیش نمیکرد. به پلاگیا دشنام میداد و مست که میکرد کتکش میزد. وقت بدمستی آشپز، پلاگیا در طبقه بالا پنهان میشد و اشک میریخت. در این گونه مواقع آلیوخین و مستخدمها از خانه بیرون نمیرفتند تا در صورت لزوم از او دفاع کنند. بحث و گفتگو درباره عشق در گرفت. آلیوخین گفت عشق چطوری به وجود میاد؟ چرا پلاگیا عاشق کس دیگه‌ای نشده که خلق و خو و ظاهرش بیشتر شبیه خودش باشه؟ چرا درست عاشق همین نیکانور شده که بین ما به غرغرو معروفه؟ تا وقتی که درباره عشق پرسش‌های مهم خوشبختی فردی مطرحه، آدم هیچ کدوم از اینا رو نمیدونه و میتونه اونا رو مطابق میل خودش تعبیر کنه. تا امروز درباره عشق تنها یک حقیقت بیچون و چرا گفته شده. عشق رازی است بزرگ. اونچه که درباره عشق گفته یا شنیده شده راه به جایی نبرده و تنها پرسشی رو مطرح کرده که بی پاسخ مونده. در واقع توضیحی که مناسب یک مورد به نظر میرسه با 10 مورد دیگه هم نمیتونه مطابقت کنه. به نظرم خیلی بهتره که هر مورد جداگانه توضیح داده بشه و سعی نکنیم نظر خودمون رو تعمیم بدیم. باید همونطور که بزرگان میگن هر مورد مشخص و به طور جداگانه بررسی بشه. بورکین تاکید کرد کاملا درسته. آلیوخین ادامه داد ما مردم اخلاقگرای روز به این پرسش ها که بی پاسخ موندن علاقه‌مندیم. معمولاً عشق رو به شعر در میارن، با گل و بلبل میسراین. اما ما روزها عشقمون رو با پرسش های حیاتی زینت میدیم. از میان اونا هم بیرنگ و بوترین رو انتخاب میکنیم. در مسکو زمانی که دانشجو بودم معشوقی داشتم. بانوی جذاب بود که هر بار که اونو در آغوش میگرفتم به این فکر میکردم که ماهانه چقدر میتونم بهش بدم یا اینکه الان قیمت گوشت گاو چقدره. به این ترتیب زمانی هم که عاشق میشیم این پرسش ها رو رها نمی کنیم که آیا شرافتمندانه است یا غیر شرافتمندانه، هوشمندانه است یا احمقانه و این عشق ما رو به کجا میکشونه و غیره. اینکه این پرسش ها خوبن یا بد رو نمیدونم، اما اینو میدونم که آدم رو ارضا نمیکنن، به خشم میارن و مانع راحت میشن. مثل این بود که آلیوخین میخواهد حرفی بزند. آدم‌هایی که تنها هستند همیشه در دلشان حرفی دارند که دوست دارن آن را بر زبان بیاورند. در شهرها آدم‌های تنها با این قصد به رستوران‌ها یا حمام می‌روند که حرف بزنند و گاهی برای کارگر حمام یا پیشخدمت رستوران داستان جالبی حکایت می‌کنند. اما در روستا بیشتر قلبشان را در برابر مهمان می‌گشایند. از پنجره آسمان خاکستری و درخت‌های خیس از باران پیدا بود. در چنین هوایی هیچ کس نمی‌داند چه بکند و هیچ کاری بهتر از گفتگو نیست. آلیوخین ادامه داد از زمانی که تحصیل دانشگاهی من به پایان رسیده مدت هاست که در سوفین زندگی می‌کنم. به کشاورزی هم مشغولم. من ناز پرورده بودم و طبیعت یک عالم پشت میز نشین رو داشتم. وقتی که به اینجا اومدم پدرم سر ملک بدهی زیادی داشت. چون این بدهی تا اندازه‌ای مربوط به پولی میشد که صرف تحصیل من کرده بود، تصمیم گرفتم که کار رو شروع کنم. اعتراف میکنم که این کار رو با کمی نفرت آغاز کردم. زمین‌های این منطقه محصول کمی میده و برای اینکه در کشاورزی ضرر نکنی لازمه که دهقان مزدوری رو به کار بگیری و یا اینکه به شیوه دهقان‌ها مزرعه رو اداره کنی، یعنی اینکه خودت همراه خانوادت کار کنی. حد وسطی هم وجود نداره. اما من توی اون زمان این باریکبینی رو نداشتم. با این حال یک قطعه زمین رو هم بدون استفاده رها نکردم. موژیک‌ها و زن‌هاشون رو از روستاهای مجاور جمع کردم و کار رو با سرعت زیاد به جریان انداختم.
خودم هم شخم می‌زدم، هم می‌کاشتم و هم درو می‌کردم. توی این مدت خیلی دلتنگ بودم. همیشه هم گره به ابرو داشتم. درست مثل گربه‌ای که از گرسنگی توی جالیس خیار بخوره. تنم کوفته بود و راه که میرفتم انگار خواب بودم. اولش به نظرم میومد که میتونم این زندگی پرزحمت رو با عادتهای فرهنگیم هماهنگ کنم. برای همین فکر کردم که فقط لازم نظمی رو در زندگی بیرونیم برقرار کنم. توی طبقه بالا توی اتاق مهمونخونه مستقر شدم. دستور دادم که بعد از شام برام قهوه و لیکور بیارن. شبها هم دراز میکشیدم و ماهنامه پیک اروپا رو میخوندم. اما یه روز کشیشمون پدر ایوان سر و کلش پیدا شد. توی یک نشست تمام لیکور رو خورد. پیک اروپا هم سر از خانواده کشیش سر در آورد. چون که توی تابستون به ویژه فصل برداشت فرصت زیادی نداشتم، اصلاً فرصت نمی کردم خودم رو به تخت خواب برسونم. همونجا توی انبار، سورتمه یا کلبه جنگلبان ها می خوابیدم. دیگه فرصت مطالعه هم از بین رفته بود. رفته رفته به طبقه پایین نقل مکان کردم. غذامو توی آشپزخونه با مستخدم ها می خوردم. از تجملات سابق فقط یک مستخدم برام مونده بود که خدمت پدرم رو می کرد. و بیرون کردنش برام دشوار بود و دلم براش میسوخت. توی همون سال اول منو به عضویت دادگاه افتخاری صلح انتخاب کردن. گاهی که به شهر می اومدم توی جلسات کنگره دادگاه صلح یا دادگاه بخش شرکت می کردم. این کار برام تنوع خوشایندی بود. هر موقع که 2-3 ماه یک سره اینجا زندگی کنی، به خصوص توی زمستون، آخرش دلت برای ردینکوت مشکی تنگ میشه. توی دادگاه بخش ردینکوت بود و لباس رسمی و فراک. همه حقوقدانها و آدمهایی که تحصیلاتی دارن کسی رو پیدا میکردن که بتونن باهاش حرف بزنن. راستش بعد از خوابیدن توی سورتمه و غذا خوردن توی آشپزخونه، نشستن توی مبل با لباس زیر پاکیزه و چکمه‌های راحت و زنجیر آویخته به سینه تجمل عجیبی بود. من رو توی شهر صمیمانه میپذیرفتند و من هم با علاقه با مردم آشنا می شدم. از همه این آشنایی ها جدی ترین و راستش رو بگم دلپذیرترین اونا برای من آشنایی با لوگانوویچ معاون دادگاه بخش بود. هر دوی شما اون رو میشناسید. آدمی بسیار جذاب. این آشنایی درست بعد از ماجرای پرسر و صدای عاملان آتش سوزی دست داد. تحقیق 2-3 روزه دادگاه ما رو خسته کرده بود. لوگانوویچ نگام کرد و گفت: میدونی دوست دارم برای شام مهمون ما باشی. انتظار چنین دعوتی رو نداشتم، چون که اونو خیلی کم و اونم به صورت رسمی میشناختم و هیچ وقتم به دیدنش نرفته بودم. سری به هتل زدم و لباس عوض کردم و بعد هم برای شام راه افتادم. به این صورت فرصت آشنایی با آنا الکسیونا همسر لوگانوویچ رو پیدا کردم. هنوز خیلی جوان بود. بیش از 22 سال نداشت. 6 ماهی بود که اولین فرزندش رو به دنیا آورده بود. این موضوع مربوطه به خیلی گذشته است و شاید حالا مشکل بتونم توضیح بدم که چه چیز غیر عادی در وجود اون بود که تا اون اندازه من ازش خوشم اومده بود. اون شب موقع شام خوردن همه چیز برام روشن بود. زنی جوان رو می‌دیدم، زیبا، مهربون، روشنفکر و فریبنده. زنی که نظیرش رو در گذشته هیچ وقت ندیده بودم. با اون احساس نزدیکی داشتم. برام آشنا بود، درست مثل این که اون چهره، اون چشمای مهربون و هوشمند رو زمانی توی کودکی دیده بودم. شاید توی آلبوم یا روی گنجه مادرم. توی ماجرای عاملان آتش سوزی به عقیده من، بدون این که دلیل محکمی توی دستشون باشه، 4 یهودی رو به عنوان یک دار و دسته متهم شناخته بودن. وقت شام سخت به هیجان اومده بودم. احساس بیچارگی می‌کردم. چندانم به یادم نمیاد که چه گفتم. فقط یادم هست که آنا الکسیونا اغلب سر تکون میداد و به همسرش میگفت: دمیتری چرا اینجوری شده؟ لوگانوویچ اون مرد مهربون از اون آدمای ساده دلی بود که به عقایدشون میچسبن و یه بار که کسی به دادگاه احضار بشه گناهکارش میدونستن و ابراز تردید در درستی رأی دادگاه فقط به شکل قانونی برای اونا ممکنه. اونم روی کاغذ، نه موقع شام و گفتگوی خصوصی. بعدش هم با آرومی گفت: من و شما آتش نزدیم. اونا ما رو محاکمه نمی‌کنن و به زندانم نمیندازن. هر دوی اونا زن و شوهر اصرار می‌کردن که من بیشتر بخورم و بیشتر بنوشم.
از روی بعضی از جزئیات، مثلا اینکه هر دوی اونا با هم قهوه درست می‌کردن و اینکه با یک اشاره حرف همدیگر رو می‌فهمیدن، میتونستم نتیجه بگیرم که هماهنگ هستن، شاد زندگی میکنن و از داشتن مهمان خیلی خوشحالن. بعد از شام 4 دستی پیانو زدن. بعد هوا تاریک شد و من برگشتم خونه. این ماجرا اول بهار رخ داد. تابستان هم گذشت و من یکسره در سوفین بودم. حتی فرصت فکر کردن به شهر رو نداشتم. اما خاطره اندام زیبا و موهای طلایی اون با من بود. به اون فکر نمی کردم. اما درست مثل این بود که سایه سبک اون در جانم خونه کرده بود. اواخر پاییز در شهر نمایشی به نفع امور خیریه برگزار می شد. وارد لژ فرماندار که شدم، توی میان پرده منو به اونجا دعوت کردن. آنا الکسیونا رو در کنار زن فرماندار دیدم. دوباره همون تأثیر فوق‌العاده و تکان دهنده زیبایی و همون تأثیر چشم‌های مهربان و نوازشگر. دوباره همون احساس نزدیکی. کنار هم نشستیم. بعدش هم به سرسرا رفتیم. اون گفت لاغر شدید. بیمار بودید؟ بله، پشتم سرما خورده بود. توی هوای بارونی خوب نمیخوابیدم. خسته به نظر میاید. توی بهار روزی که شام پیش ما بودید خیلی جوانتر و شادتر بودید. ذوق و شوقی داشتید. زیاد حرف میزدید. خیلی جذاب بودید. اعتراف میکنم که به شما اندکی دل بستم. نمیدونم چرا توی طول تابستون اغلب به یادم می اومدید و امروز برای اومدن به تئاتر حاضر که می شدم به دلم افتاد که شما را حتما خواهم دید. و بعد هم خندید. تکرار کرد اما امروز خسته به نظر میاد و این پیرتر نشونتون میده. روز دیگه صبحانه رو با لوکانوویچ ها خوردم. بعد از صبحونه به خونه ییلاقی اونا رفتیم. میخواستن برای زمستون آمادش کنن. بعدشم با اونا به شهر بازگشتم. نیمه های شب توی آرامش محیط خونه در حالی که آتش توی بخاری دیواری شعله میکشید چای نوشیدیم. مادر جوان هم به فرزندش سر میزد که ببینه خواب یا بیدار. بعد از اون هر بار که به شهر می اومدم حتما به دیدارشون میرفتم. به من انس گرفته بودن. منم به اونا انس گرفته بودم. معمولاً بیخبر وارد می شدم. مثل عضوی از خانواده. بعد هم از یکی از اتاقهای دور صدای کشداری که به گوشم بسیار خوشاهنگ بود شنیده می شد. کی اونجاست؟ مستخدم زن با دایه بچه پاسخ می دادن پاول کنستانتیچ هستن. آنا الکسیونا با چهره نگران می اومد پیشم و هر بارم می پرسید چرا این همه وقت پیش ما نیومدید؟ اتفاقی افتاده؟ نگاهش دستهای ظریف و نجیبش رو که به سوی من دراز می کرد، لباس خونگیش، آرایش موهاش، صداش و تنین گامهاش هر بار همون تأثیر چیزی تازه و غیرعادی و مهم توی زندگیم داشت. مدتها با هم گفتگو می کردیم یا مدتها خاموش می نشستیم. هر کدوممون غرق توی افکار خودمون بودیم یا اینکه اون برام پیانو می زد. اگر هم کسی خونه نبود می موندم و منتظر می شدم. با دایه بچه حرف می زدم یا با بچه بازی می کردم یا اینکه توی اتاق روی دیوان دراز می کشیدم و روزنامه می خوندم. وقتی هم که آنا الکسیونا برمیگشت توی راهرو به استقبالش می رفتم. چیزهایی رو که خریده بود از دستش می گرفتم و هر بار با چنان عشق و شادی این کار رو می کردم که انگار یک پسر بچه‌ام. ضرب المثلی هست که میگه زن دهقان دردسری نداشت یک خوک خرید. لوکانوویچ ها هم دردسری نداشتن پس با من دوست شدن. اگر دیر به شهر می آمدم به این معنی بود که بیمارم یا اتفاقی برام افتاده و اونا هر دوتاشون بسیار نگران می شدن. از این ناراحت بودن که چرا من آدمی تحصیل کرده که زبان میدونه به جای اینکه به کار علمی یا ادبی مشغول باشم توی روستا زندگی میکنم. گرفتار یک دور باطلم. خیلی کار میکنم اما در واقع یک شایی هم ندارم. به نظرشون میومد که رنج میبرم و اگه حرف میزنم میخندم یا غذا میخورم برای اینه که رنجمو دارم پنهان میکنم. حتی توی لحظه های شادی
وقتی که سر حال بودم نگاه جستجوگر اونا رو بر خودم احساس می کردم. اونا به ویژه توی مواقعی که به علت وضع بد مالی دلسرد بودم یا طلبکارا تحت فشارم گذاشته بودن و یا پولی برای پرداختهای ضروری توی بساطم نداشتم بسیار نگران من می شدن. زن و شوهر کنار پنجره نجوا می کردن. بعدش هم لوکانوویچ با قیافه جدی به نزدم می اومد و می گفت پاول کنستانتیچ، اگه حالا به پول نیاز داری من و همسرم تقاضا میکنیم که خجالت نکشی و از ما قرض بگیری. گوشاشون از هیجان سرخ میشد و گاهی هم بعد از نجوایی کنار پنجره لوگانوویچ با گوشهای سرخ پیش من میومد و میگفت من و همسرم از شما تقاضا میکنیم که این هدیه رو از ما بپذیرید. و دکمه سردست، جاسیگاری یا چراغی به من هدیه میداد. منم از روستا برای اونا پرنده شکار شده، کره و یا گل میفرستادم. باید این رو هم بگم که هر دوی اونا پولدار بودن. توی ابتدای کارم اغلب قرض میکردم و وسواس خاصی نداشتم. هر جا لازم میشد قرض میکردم. اما هیچ نیرویی نمیتونست وادارم کنه که از لوگانوویچ ها قرض بگیرم. اما چرا از این موضوع حرف میزنم؟ غمگین بودم. توی خونه، توی مزرعه، توی انبار همش به اون فکر میکردم. سعی میکردم به راز اون زن زیبا، جوان و هوشمند پی ببرم. زنی که همسر مردی کسل کننده و تقریباً یک پیرمرد که بیش از 40 سال داشت بود و ازش فرزندانی داشت. سعی میکردم راز اون مرد خسته کننده رو دریابم. اون مرد مهربون ساده دل که با چنان نیک‌اندیشی ملال‌آوری استدلال میکرد. مردی که در مهمانی‌های رسمی و توی مهمونی‌های عصرونه در برابر آدمای جا افتاده با بیحالی و بیخاصیتی و لاقیدی رفتار می‌کرد. درست مثل اینکه اونو برای فروش آورده باشن. گرچه باور داشت که این حق اونه که با همسرش خوشبخت باشه و ازش فرزندانی داشته باشه. تمام مدت سعی می‌کردم بفهمم که چرا آنا درست با اون آشنا شده نه با من. چرا باید این طور باشه و چرا در زندگی ما چنین اشتباههای وحشتناکی رخ میده؟ هر بار که به شهر می اومدم از نگاهش می فهمیدم که چشم انتظارم بوده و خودش اعتراف می کرد که چطور از صبح حال خاصی داشته و حدس می زده که من میام. بسیار حرف می زدیم یا خاموش می نشستیم و از عشقمون هم چیزی نمی گفتیم. با کمرویی و یا از روی حسادت پنهانش می کردیم. از هر چیزی که ممکن بود این راز رو بر خودمون آشکار کنه می ترسیدیم. من از سر مهر و از صمیم قلب عاشق اون بودم. اما استدلال می کردم و از خودم می پرسیدم که اگر نیروی مبارزه با عشقمون رو نداشته باشیم ما رو به کجا می کشونه؟ به نظرم دور از عقل می آمد که این عشق غمگین و آرام به ناگهان با خشونت جریان شاد زندگی لوگانوویچ ها رو، بچه و خانواده‌ای رو که به اونا دل بسته بودم و در اونجا به من اعتماد کرده بودم متوقف کنه. اصلا فرض کنیم که دنبال من بیاد. کجا میتونستم اونو ببرم؟ به کجا میرفتیم؟ اگر زندگی دلپذیر و جالبی داشتم، مثلا اگر مبارز آزادی وطن، دانشمند، هنرمند یا نقاش معروفی بودم، موضوع دیگری بود. اما در اون وضعیت این کار کشاندن اون از حال و روزی معمولی و یک نواخت به وضعی مشابه یا حتی پیش و پا افتاده تر کار درستی نبود. شادی ما تا کی میتونست ادامه پیدا کنه؟ اون هم آشکارا به همین شیوه استدلال میکرد. به همسرش، به بچه و به مادرش که لوگانوویچ رو مثل پسرش دوست داشت فکر میکرد. اگر به احساس خود تسلیم میشد با این مسئله روبرو بود که یا حقیقت رو بگه یا به دروغ متوسل بشه و با موقعیتی که داشت در هر دو صورت به یک اندازه وحشتناک و آزاردهنده بود و این پرسش اون رو می آزرد. آیا عشق اون برای من شادی به بار میاره؟ زندگیم بدون اون هم پر از بدبختیه. آیا پیچیده ترش نمی کنه؟ به نظرش می آمد که برای من به اندازه‌ای که باید جوان نیست و برای این که زندگی تازه‌ای رو بتونه آغاز بکنه اونقدر که می باید زحمتکش و فعال نیست. همیشه به شوهرش می گفت که لازمه من با دختر هوشمند و شایسته ای ازدواج کنم که کدبانوی خوبی باشه، یاور من باشه. بعدشم بیدرنگ اضافه میکرد که در همه شهر مشکل چنین دختری پیدا بشه.
در این احوال سالها گذشت. دومین فرزند آنا الکسیونا به دنیا آمد. پیش لوگانوویچ ها که می رفتم مستخدم ها دوستانه لبخند می زدن. بچه ها فریاد می زدن که عمو پاول اومد و به گردنم می آویختند. همه خوشحال می شدند. نمی فهمیدن که در دلم چه می گذره. فکر می کردن که منم شادم. همه منو آدم نجیبی می دونستن. بزرگترها و بچه ها احساس می کردن که انسان نجیبی توی اتاق حضور داره و این به رابطه‌شون با من جذابیت خاصی می بخشید. درست مثل اینکه با حضور من زندگیشون زیباتر و پاکتر می شد. من و آنا الکسیونا با هم به تئاتر می رفتیم. همیشه پیاده. بعدشم توی مبلای کنار هم می نشستیم و شانه هامون به هم می چسبید. در سکوت دوربین رو از دستش می گرفتم و در این حال احساس می کردم که به من نزدیکتره. از آن منه و نباید از هم دور باشیم. اما با حماقت عجیبی بعد از بیرون اومدن از تئاتر هر بار مثل دیگران ودا می کردیم و جدا می شدیم. توی شهر درباره ما حرفهایی بر سر زبانها بود و خدا می دونه که چه ها می گفتن. اما از همه این حرفها یک کلمه هم درست نبود. توی سالهای آخر آنا الکسیونا اغلب به دیدن مادر یا خواهرش میرفت. دچار افسردگی شده بود و هر موقع که به فکر زندگی ارضا نشده و تباه شدهش میافتاد دیگه نمیخواست شوهرش رو ببینه و نه بچه‌هاش رو. به علت ضعف اعصاب تحت معالجه بود. ما سکوت میکردیم. همه سکوت میکردن. در حضور بیگانه ها به طرز شگفتی با من سر قهر داشت. با هرچه که میگفتم مخالفت میکرد. اگر بحث میکردیم در جبهه مخالفم قرار میگرفت. اگر چیزی از دستم میافتاد به سردی میگفت تبریک عرض میکنم. اگر به تئاتر میرفتیم و دوربین رو فراموش میکردیم میگفت میدونستم که فراموش میکنی. خوشبختانه یا بدبختانه در زندگی ما همه چیز دیر یا زود به پایان میرسه. زمان جدایی هم فرا رسید. برای اینکه لوگانوویچ به ریاست یکی از نواحی غربی منصوب شده بود. لازم بود که اساسی اسبها و خانه ییلاقیشون رو بفروشن. وقتی سواره به کلبه ییلاقی می رفتیم و بعد که باز می گشتیم به دور و بر نگاه می کردیم تا برای آخرین بار باغ و سقف سبز رو ببینیم. همه غمگین بودیم. من دریافتم که زمان جدایی نه فقط با خانه ییلاقی فرا رسیده. قرار بود که در پایان ماه اوت آنا الکسیونا رو برای سفر به کریمه که پزشکان بهش توصیه کرده بودن بدرقه کنیم و کمی بعدش هم لوگانوویچ و بچه ها راهی اون ناحیه غربی می شدن. ما به همراه جمعیت زیادی آنا الکسیونا رو بدرقه کردیم. تازه با همسر و بچه هاش خداحافظی کرده بود و تا زنگ سوم لحظه‌ای بیش نمونده بود که به کوپه دویدم تا یکی از سبدهاشو که از یاد برده بود روی باربند بذارم. باید ودا می کردیم. توی اونجا توی کوپه نگاه‌های ما تلاقی کرد. دیگه قدرت تحمل نداشتیم. در آغوشش گرفتم. صورتش رو به سینم می فشرد و اشک از چشمهاش سرازیر بود. چهره، شانه‌ها و دستهاش از اشک تر بود. آه که من و اون چقدر بیچاره بودیم. به عشقم اعتراف کردم و با درد سوزانی در دلم دریافتم که چه بیهوده و چه سطحی و چه فریبی بوده که مانع عشقمون شده بودم. دریافتم که زمان عاشقی لازمه در استدلال‌هامون درباره عشق از نقطه‌ای بالاتر و بسیار مهمتر آغاز کنیم تا از معنای متداول شادی یا اندوه، گناه یا پاکدامنی و یا اینکه اساساً استدلال نکنیم. برای آخرین بار دستش رو فشردم و جدا شدیم. برای همیشه. قطار حرکت کرده بود. در کوپه کناری که خالی بود نشستم و تا ایستگاه بعدی گریه کردم. بعد پیاده به سوفین رفتم. آلیوخین صحبت خود را به پایان می برد که باران بند آمد و خورشید از پشت ابرها سر کشید. بورکین و ایوان ایوانیچ به ایوان رفتند. از آنجا چشمانداز زیبایی از باغ و از بخشی از رودخانه که در آفتاب چون آینه می درخشید دیده می شد. آنها آلیوخین را می ستودند و در عین حال متاسف بودند که چگونه این آدم با آن چشمهای مهربان و هوشیار که چنان بی پرده سخن می گفت در واقع در ملکی بزرگ گرفتار دور باطل است.
صبح تا شب دوندگی می کند و سرگرم کار علمی یا کار دیگری که به زندگیش شادی بیشتری ببخشد نیست. به این فکر می کردن که آن بانوی جوان هنگام جدایی وقتی آلیوخین صورت و شانه هایش را می بوسیده چه چهره غمگینی داشته است. هر دوی آنها آنا آلکسیونا را در شهر دیده بودند و بورکین با او آشنا بود و زیباییش را یافته بود. درباره عشق آنتوان چخوف به سال 1898